به به، امروز نهار چی داری؟ حدس بزنین امروز دارم چی درست میکنم؟ میبینی چقدر روغنش کمه؟ ببین این یه ترفندی داره که فقط تو پیج آذردانش میتونی یاد بگیری که چجوری بادمجونتو اینجوری بدون روغن خیلی کم سرخش کنی، طلایی و خوش رنگ بشه. ببین اینا رو من سرخ کردم دقیقا همینجوری. حالا اگه تو هم دلت میخواد اینجوری راحت بادمجونای طلایی و بدون روغن، خیلی روغن کم استفاده کنی یا طلایی سرخشون کنی، باید حتما پیج آذردانش رو دنبال کنی برای آموزش کامل ترفندهای آشپزی و آشپزی گیلانی. حتما کانال آذرهوم رو دنبال کن تا از این ترفندهای آشپزی جان نمونی گلم. آره عشقم، امروز ورقه درست کردم. درست حد زدی گل من. یه غذای گیلانی خوشمزه که حکم پله کباب رشت داره. حتی مشت زنی با پله هاشمی خوری نمیچیسه. به ببینین اینم از ورقه امروز. جای همتون سبز دوستان. به به چی شد؟ به به، امروز نهار چی داری؟ حدس بزنین امروز دارم چی درست میکنم؟ میبینی چقدر روغنش کمه؟ ببین این یه ترفندی داره که فقط تو پیج آذردانش میتونی یاد بگیری که چجوری بادمجونتو اینجوری بدون روغن خیلی کم سرخش کنی، طلایی و خوش رنگ بشه. ببین اینا رو من سرخ کردم دقیقا همینجوری.